اصلا باورم نمیشه که اون موقع میشنیدیم که مثلا استاد دانشگاه تهران عکس آیت الله خمینی رو در ماه دیده بود و یه کسایی که یه ریش آیت الله خمینی رو در قرآن دیدن. یعنی حالا اونا در بیارن یه چیزی، ولی یه کسایی اینجوری یه همچی باوری کنن و اصلا باورم نمیشه. تحت عنوان طرح عملیات روانی مأمورین موساد به ما ارائه طریق کردن، طرحی بود که برای سست کردن اعتقادات مذهبی بود در موقعی که انقلاب ایران داشت نضج می‌گرفت. این طرح تحت عنوان طرح ماهان در ساواک برای سست کردن اعتقادات مذهبی مردم انجام شد که مردم معتقد به خرافات بشن، خرافات رو بپذیرن و بعد چون خرافات رو خیلی ساده در قسمت‌های مختلف میشه رد کرد، پس اعتقادات مذهبی آنها به همون صورت سست میشه و میتونیم رد بکنیم. مولای سوره بقره بودن که هر که ساعت 3 بعد از ظهر قرآن رو باز کنه در روز به خصوصی لای سوره بقره یک مو هست، و یا دیده شدن تصویر امام در کره ماه که تمام این طرح‌ها در تهران بلکه در ایران انجام شد.